چپانه پورته کنه چپانه تیر مسلمان مایک نصب کردم عدالت بیا بچه ما باشه یک مسئله تیر پاسار بیا استاد رضایی استاد رضایی جان برای احساساتی که در اونجا داشته کت ایران و مسابقه‌ای که از ایران بردین آبی در این افغان چقدر خوش شدی او وقت و همچنین خاطرت که بازی با ایران داشتی چی بود؟ افضل بگی افضل از خاطره که بازی ایران دارم قطعا چون گل برتری رو زدم گل برد رو زدم باش از خاطره با بازی ایران قطعا چون گل دوم زدم گل پیروزی هم بود قطعا همون بود دیگه با نظر مردم گل قشنگی بود لاب بود دیگه همون قشنگترین خاطره که از بازی فینال مقابل ایران شدم. استقبال مردمش چطوری بود؟ استقبال مردم خدای خیلی خوب بود ما اصلا انتظار نداشتیم ساعت 5 صبح بیان همشون تو میدان هوایی تو فرودگاه بیان منتظر ما باشن ولی اومدیم اینجا با یه شور و اشتیاق دیگه با مردم‌ها دیدیم و خیلی خوشحالم که مردم افغانستان تونستیم تو فینال ایران رو ببریم و برای مردم افغانستان خوشحالی بریم. از مسئولین چقدر از تاجرا یه خواسته خیلی بزرگ دارم چون ما تو المپیک جهانی سنگال را پیدا کردیم و این دوره با وضعیت‌های مالی خوب پیش رفتیم ولی نه به اندازه کافی چون ما الان قهرمان شدیم قطعاً خواسته ها و توقعات ما از ما بالا میره و از تجارا خواهشمندیم که تو المپیک جهانی سنگال به ما تو کمپ‌های تمرینی و وضعیت اقتصادی ما کمک کنند. چقدر راضی است از مسئولین خود تربیت بدنی و همچنین از کمیته فوتسال که برای شما این زمینه را مساعد ساخته بود تا که شما بتونید در این بازی‌ها اشتراک کنید و این دستاورد بزرگ به کشور خود بیارید؟ از مسئولین خدا رو شکر خیلی راضیم چون ما برای این تورنمنت که ما خدا رو شکر قهرمان شدیم 3-4 ماه پیش ما کمپ تمرین داشتیم حدود 20 روز یک ماه تو افغانستان و 20 روز تو ایران کمپ تمرین داشتیم و همین باعث شد که ما یه تیم بسته تشکیل بدیم و بریم تو مسابقات قهرمان بشیم. خوش باش. ماشاءالله صبر مایکارو بگیر ماشاءالله تشکر زنده باش. یک دقیقه ما برادرم بود. برو برادرت بیبی دیگه ناله عدالت علی اینجا آقای احمدی اگر عکسمو میگیریم بندر ما باید ویدیوی احمدی صاحب تبریک باشه برای شما امیر خلیفه شما در بخش تبریک باشه عکس جای گوشی امیر بگی ما رم خود حسین هستن بگی اگر یک راه بدید
اینم دستت بگی، اینم دستت بگی، بیا. اینم دستت بگی. بگی گیرنگه و بگی محکم بگی. تبریک باشه. سلام عکس تبریک باشه. رسانه معتبر بین المللی ما را بیار. یک دقیقه که رسانه بین المللی ما را. علی جان. برادر علی جان برو نمیشه که رسانه بین المللی است. بسم الله الرحمن الرحیم. علی احمدی هستم، یک تن از بازیکنان تیم زیر 17 سال فوتبال هستم. بسیار عالی. گلی که هوایی زدی چه احساس کردی؟ گلی که به ایران زدم تو فینال بود. خلاصه اون شور و شوق و هیجان تو فینال داشت دیگه. اون گلم به گفته مردم خیلی حیاتی هم بود، خیلی لاب قشنگم بود دیگه. زدم و خدا رو شکر تونستم مردم افغانستان رو برای یه لحظه خوشحال بسازم. زنده باد. چه خاطر خوب بگویی؟ خاطر خوب دیگه قطعا همون گلمه دیگه. ایران تو فینال مقابل ایران حریف دیرینه و تو فینال گل زدم و گل پیروزی هم. بسیار عالی. خدمت عرض شود که برای آینده چی پیش بینی میکنی؟ بخیر برید در نیمه فینال جهانی. برای آینده اول از تجارا میخوام که ما رو سپورت کنن، حمایت کنن داخلی و خارجی ان شاء الله. ان شاء الله در آینده های نزدیک میتونیم راحت نتیجه بگیریم تو المپیک جهانی سنگال. پیش بینی هاشو چطور؟ پیش بینی ها دیگه ان شاء الله قهرمانی دیگه. قهرمانی. ماشاءالله. زنده باد قهرمان. دوستا باشه یک چند عکس بگیریم. علی بچه‌ها سهش حبیب افتخار کل افغانستان است. آمین. هر کس از بیرون طرف عکس ما میگیرم اومده. باش.